برنامه نصب نشد. برنامه با گوشی شما همخوانی ندارد. این برنامه نامعتبر میشد. این برنامه با گوشی شما سازگاری ندارد. اینها خطاهایی هستن که شما ممکن هستش که درگیر شده باشید. فرقی نداره که گوشیتون سامسونگ باشه یا شیائومی. خیلی اوقات واسه نصب کردن یه برنامه مود و حتی آپدیت کردن یک برنامه، حالا میتونه اینشات باشه، یک برنامه سیستمی، وقتی که اون رو آپدیت می‌کنید می‌خواید نسخه قبلیش رو نصب کنین، با پیغام‌های مختلفی مواجه میشین. برنامه نصب نشد، برنامه تداخل دارد، فلان فلان فلان. امروز می‌خوام بهتون نحوه حل کردن این مشکل رو بهتون بگم به چه شکلی هستش که بدون نیاز به حذف کردن نسخه فعلیتون، چه میتونه کنترل سنتر شیائومی باشه، کنترل سنتر سامسونگ باشه، یک برنامه مثل لانچر باشه، هیچ فرقی نمیکنه. میخوام بهتون یاد بدم چطور از شر این مشکل راحت بشید و هر برنامه مود رو به سادگی روی گوشتون نصب کنید. بزن بریم سراغش. خب سلام بچه، خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا ویدیویی که منتشر می‌کنیم واسهتون فرقی نمیکنه که شما سامسونگ دارید، شیائومی دارید، ریلمی دارید، هر برند دیگه‌ای که دارید، اندرویدی هستش. میخوام بهتون بگم که وقتی که میخواد یک برنامه مود رو نصب کنید چرا واسهتون نصب نمیشه و علت دقیقاً این چی هستش. من فرقی نمیکنه چه سامسونگ باشه چه شیائومی، با پوکو X6 پرو من رکورد رو آغاز میکنم، چون گوشی A55 رو رکورد کردن جون میکنه و اذیت میکنه. واسه همین با آموزش رو روی پوکو X6 پرو بهتون میگم به چه شکل هستش. خب ببین بچه‌ها، واسه حل کردن این مشکل نیاز هستش که ما دسترسی روت رو داشته باشیم. واسه دسترسی روت خیلی ساده است. قبلا داخل کانال نحوه آنلاک کردن بوت لودر و همینطور مجوز گرفتن شیائومی رو بهتون گفتم که این کاوراش هستش که لینکش هم به ترتیب سمت راست چپ بالا میاد، میتونید کلیک کنید استفاده کنید. بعد اینکه آنلاک کردید، نحوه نصب و فعال کردن مجلس رو کامل گفتم که اون هم آموزش رو بالای صفحه قرار میدم و این کاورش هستش که روی صفحه مشاهده میکنید. میتونید برید داخل کانال پیداش کنید و به سادگی واسه خودتون گوشیتون رو روت کنید. هم سامسونگ رو قرار دادم هم شیائومی رو. ببینید وقتی که شما مجلس رو فعال کردید چیز زیاد سختی نداره. ابتدای کار باید برید داخل تنظیمات. توی تنظیمات یه گزینه هستش به نام زایجیسک. زایجیسک رو باید روشن کنید. بعد این کار شما به بخش ماژول ها باید برید و یک ماژول رو باید نصب کنید با نام زایجیسک LS پوزت. این زایجیسک LS پوزت بسیار برنامه حرفه‌ای هستش که خودش یه سری از ماژول‌های مخصوصی داره که میتونه امکانات و شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای رو داخل سامسونگ و شیائومی در اختیارتون قرار بده. واسه نصب کردن این ماژول هم که لینک دانلودش رو داخل توضیحات آپارات و یوتیوب واسهتون قرار دادم، خیلی چیز ساده هستش. حجم 2 مگابایت داره. این رو تایید می‌کنید واسه خودتون. بعد اینی که به این شکل اومد، شما باید یک بار راه اندازی مجدد رو بزنید تا واسهتون اعمال بشه. چون من از قبل رو فعال دارم و نمی‌خوام وقت شما زیاد تلف بشه، این کارو از قبل انجام بدید. وقتی که شما این کارو انجام دادید، یک بار گوشیتون رو ریبوت کنید. وقتی که گوشی رو ریبوت کردید، یه همپین فایلی واسه شما بالا میاد. اگر تحت هر شرایطی این میانبرش واسهتون فعال نشد، شما کافی هستش که فایل زیپش رو باز کنید به این شکلی که من بهتون نشون میدم. من بیارمشون فولدری که قرار دادم. ببینید فایل زیپش رو که باز کردید، یک فایلی داره تحت عنوان منیجر. شما میتونید این رو بزنید نصب کنید، واسهتون روی صفحه اصلی میاد. و وقتی که فعال کرد آیکونش واسهتون بالا اومد، به این شکل شد. کاری که باید انجام بدید، یک برنامه دیگه هستش تحت عنوان کورپچ. کورپچ رو شما باید واسه خودتون نصب کنید. من فایلش اونجا بهتون نشون میدم کامل. ببینید فایل کورپچ رو باید نصب کنید که من اینجا اگه مشخص باشه کدوم فولدر قرارش دادم. ببینید فایل کم حجم 50 کیلوبایتی هستش. این رو هم واسه خودتون نصب کنید. نصبش که می‌کنید قابل اجرا نیستش. این رو دقت کنید، قابل اجرا نیست. برنامه رو که نصب کنید میاد توی داخل LS پوزت. این هم یک بخش ماژول مانند داره. وقتی که برنامه فعال بشه واسهتون به این شکل، کافی است که این بخش پازل مانند برید و اینجا یک برنامه اضافه میشه واسهتون کورپچ. این رو بعد تیکش رو بزنید و این تیک فریم ورک سیستم رو هم حتما این رو هم فعال کنید. بعد این کار یک بار روش تاچ طولانی کنید، تنظیمات ماژولش وارد میشه و تمام این تیک‌ها رو واسش فعال می‌کنید. بعد اینی که این کار رو انجام دادید، یک بار گوشیتون رو خاموش و روشن می‌کنید تا برنامه کامل واسهتون تغییراتش روی رامتون اعمال بشه. بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید، حتما ویدیو رو لایک کنید که توی معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و بچه‌های بیشتری از این آموزش بتونن بهره مند بشن. خب ببین این کاری که ما انجام دادیم، ماژول رو نصب کردیم، کورپچ رو هم زدیم. کورپچ میاد چیکار می‌کنه؟ میاد تاییدیه امضای دیجیتالی نرم افزارها رو از کار میندازه. دیگه مهم نیست گوشیتون وقتی که می‌خواید نصب کنید برنامه مود شده است یا هر تغییرات و انگولکی دارید داخلش امضای دیجیتالش فرق کرده، دیگه مهم نیست. وقتی که شما به صورت عادی میاد درآمد میدن نصب نشد یا بحث نامعتبر هست، دقیقاً همون علتش تداخل امضای دیجیتالی اصلی با نسخه جدید است که نسخه جدید فرق کرده و به صورت عادی شما نمیتونید امضا رو دور بزنید. پس این کاری که ما انجام دادیم دور زدن امضای دیجیتالی نرم افزارا بود. کنترل سنتر مود می‌خوای نصب کنی، لانچر مود می‌خوای نصب کنی، هر برنامه مودی که می‌خوای نصب کنی، نسخه قبلی نرم افزارها رو می‌خوای نصب کنی، با استفاده این روش که بهت گفتم به سادگی می‌تونی انجام بدی. بعد اینکه همین کارو انجام دادی، شما واسه نصب کردن بدون مشکل نرم افزاراتون به امتی منیجر نیاز دارید. وقتی که امتی منیجر رو باز کنید، این سمت هدف هستش، این سمت هم سمت اولیه هست. یعنی هر چیزی که می‌خواید کپی کنید به این سمت فولدر دیگه به سادگی می‌تونید دستتون نگه دارید
ببینید کپی رو که بزنید مستقیم میاد این مثلا شما میتونید واسه خودتون یه آدرس اینجا تعیین کنید، این فایلی که میخواد جابجا کنید، حالا توی اندروید دیتا باشه هر جا. این به این شکل هستش. ببینید واسه نصب کردن برنامه دیگه کارتون خیلی راحت هستش. الان شما هر چیزی رو که بخواید نصب کنید، دنبال تا من لانچر بیارم واسهتون که این لانچر کلا مد شده بودش و به صورت عادی نصب نمیشه. خب ببینید من این رو باز میکنم، الان من این سیستم رو که بزنم به سادگی میتونم واسه خودم پریوایت اپ هومشو که بیارم به سادگی بزنم این رو نصب کنم. خوب دقت کنید اینستال دایرکتلی رو من کلیک کنم و همین راحتی که دیدید اصلا مهم نبود که دیگه این برنامه مد شده مد نشده، من الان لانچر این چیز دیگه بود، این رو که زدم به سادگی واسم اوکی شد و بالا بود. همونطور که می‌بینید آیکون ها هم تغییر کرد، لانچر کلا شکل و شمایلش عوض شد. الان شما هر کنترل سنتر مد شده که بخواید بالا صفحه رو به شکل آیفون ها در بیارید، خیلی سوال میکنن که نصب کردن این کنترل سنتر آیفون به چه شکل هستش. دقیقاً باید همین مراحلی که بهتون گفتم رو واسه گوشیتون سامسونگ اگه زمانی داشت مد شده کنترل سنتر انجام بدید. واسه شیائومی دقیقاً به همین شکل هستش که شما باید امضای نصب رو از کار بندازید و به سادگی میتونید بعد این کار واسه خودتون توسط امتی منیجر هر فایل مد شده ویرای شده که با صورت عادی نصب نمیشه روی گوشتون به سادگی بزنید نصب کنید و لذتش رو ببرید و دیگه هیچ مشکلی نداره. ببینید من تیم منیجرم که بخوام نصب کنم به سادگی وقتی که میاره بالا این بالا دقت کنید اینستال دایرکتلی رو بزنم به سادگی واسم نصب شد و دیگه هیچ مشکلی نداره، ساکسسفول داد. شما به این شکلی که دیدید هر کنترل سنتر هر برنامه مودی که بخواید نصب کنید یا نسخه قدیمی رو بخواید به نسخه جدید نصب کنید به سادگی با استفاده از این آموزش میتونید بزنید پدرش رو در بیارید و کیفش رو دیگه هیچ ارور مرور دریافت نمی‌کنید که برنامه نصب نشد و ازش راحت میشید. امیدوارم که به کارتون بیاد. حتما ویدیو رو لایک کنید و بفرستید واسه کسانی که بهش نیاز دارن. دو تا دیگه ویدیو رو پیشنهاد میدم بهتون که اگه خواستید مرتبط با این موضوع هستش بتونید اونها رو تماشا کنید.